به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همکارای محترم. یک مبحثی رو به طور حدود 5 دقیقه خدمتتون توضیح دادم در مورد اینکه وقتی اشتباهاً حالا به هر دلیلی تو شریان تزریق بشه چه کارهایی باید کرد. حالا کارهای مختلف باید انجام داد. من فکر میکنم که اگه ما مباحث کل صورت رو خوب بگیم، خوب یاد بگیریم، باعث میشه که کاری که انجام میدیم خیلی خوب باشه. مثلا اگه جای شریان ها رو خوب بدونیم، قطعاً برای ما اتفاقای بد کمتر میفته. یا جای اعصاب رو بدونیم، یا عضلات ببینیم چه شکلی ان موقع زدن بوتاکس، اگه بخوایم پایین صورت رو هم به سمت بالا بکشیم افتادگی ها رو، اینها هم امکان پذیره. مهم اینه که ما بدونیم کدوم عضله چیکار داره میکنه، کدوم شریان کجا هست، کدوم عصب چیکار داره میکنه. از این طریق ما میتونیم یک نتیجه کار بسیار خوبی داشته باشیم، در عین حال عوارضمون خیلی کم بشه. من فکر کردم که بهتره که شریان‌های صورت رو خدمتون توضیح بدم و شریان‌ها رو دقیقاً از جایی که از قلب شروع میکنه میاد بالاتر و منشأشون به کجا میرسه تو گردن و توی صورت چه شکلی میشه. یه مبحث زیاد سختی هم نیست. حتما هم خب همتون میدونید، من درس پس میدم خدمتون، به هر حال همه پزشکن اینا رو میدونم، ولی به هر حال به عنوان یک یادآوری اینا رو من توضیح میدم و به صورت یه ترکت های کوتاه 5 دقیقه 7 دقیقه اینجوری باشه که بتونین خوب استفاده کنین. امیدوارم که بتونین از این مباحث استفاده کنین و باعث بشه به هر حال یه سری مسائل برامون ریویو بشه. من توضیحاتمو در این جلسه در مورد شریان هایی که میان به صورت، دقیقاً از قلب جدا میشه، از قوس آئورت جدا میشه. از اونجا شروع میکنم که بسیار هم ساده است و به صورت خیلی مختصر و مفید خدمتون عرض میکنم که فکر میکنم یه ریویو باشه برامون هممون. خدمتون عرض بشه که ببینید قوس آئورت وقتی آئورت از قلب جدا میشه، یه آئورت صعودی داریم، بعد قوس آئورت و آئورت نزولی. محل شروع آئورت صعودی در جلو از زاویه لوئیسه. شما اگر استرنو رو در نظر بگیرید، یه بادی بالا داره، بعد پایین ادامشه. دقیقاً این بادی بالا که میاد یه جای فرو رفتگی میشه، اونجا میشه دقیقاً به اصطلاح محل شروع قوس آئورت صعودی. پس این میشه صعودی و انتها آئورت نزولی وقتی میاد پایین، انتهاش توی T4 و T5 شروع میشه. یعنی شما اگر یه صفحه ای رو اینجوری بکشین توی به اصطلاح بدن، جلوش از زاویه لوئیس و پشت به T4 و T5 برسه، اینجا شروع قوس آئورت صعودیه و انتها اون طرف آئورت نزولیه. و اینم که خدمت شما عرض کنم که قوس آئورت. از قوس آئورت 3 تا شاخه جدا میشه. یکیش هست براکیوسفالیک. بعد این توی سمت راست، من اینور سمت راست رو بنویسم با آر و اینور سمت. در اصل ما در مورد بیمار صحبت میکنیم. من روبروی بیمار وایسادم، اینور سمت چپ مریضه، اینور سمت راست مریضه. براکیوسفالیک. یه از قوس آئورت که جلوتر میریم به سمت چپ میریم، یه دونه کامون کاروتید جدا میشه و یه دونه شریان کلاویکول. یعنی این در اصل من به صورت فارسی هم مینویسم که حالا بهتر شاید خونده بشه. کامون کاروتید و اینم شریان ساب کلاویان. خب این شاخه ای که از قوس آئورت جدا میشه، این شاخه اولی که براکیوسفالیک از این دوتا قطورتره، به خاطر اینکه خود براکیوسفالیک تقریبا توی ناحیه کلاویکل 2 شاخه میشه. یه شاخهش میشه همون ساب کلاویان راست و یه شاخهش میشه همون کامون کاروتید راست که اون طرف هم کامون کاروتید چپ بود و اینم ساب کلاویان چپ. خب ما با
سابکلوین ها کاری نداریم، به خاطر اینکه ما دنبال شریانی هستیم که بیاد به سمت گردن و از اون طرف بیاد بالاتر صورت رو. در اصل ما با اون شریانی کار داریم که به صورت میرسه یا همون کامون کاروتیده. کامون کاروتید سمت چپمون قطورتر از سمت راستمونه. دلیلش هم اینه که خب اون مستقیما داره از آئورت جدا میشه، ولی این طرف کامون کاروتیدمون توی سمت راست از براکیو سفالیک جدا میشه. ببینیم ما کلا از این شریان ها با کامون کاروتید کار داریم که حالا راست یا چپ فرقی نمیکنه، چون ادامش شاخه‌هایی که جدا میشن شبیه همدیگه هستن. پس یکی از کامون کاروتید رو توضیح بدیم، طرف مقابل هم همین شکلیه. کامون کاروتید داخل یک غلافی هستش که دور کامون کاروتید گرفته شده که داخل این غلاف بجز کامون کاروتید عصب واگ و همینطور به اصطلاح ژوگولار داخلی هست. یعنی در اصل داخل این غلافی که دوره هم یه عصب واگ وجود داره و یک ورید اینترنال ژوگولر. اینا میان در قسمت فوقانی قضروف تیروئید. یعنی این کامون کاروتید با این غلاف وقتی میاد بالا، توی قسمت فوقانی قضروف تیروئید، حالا اگه این قضروف تیروئید باشه، تو قسمت فوقانیش به دو شاخه تبدیل میشه. یعنی در اصل کامون کاروتید به دو شاخه کاروتید داخلی، شریان کاروتید داخلی و شریان کاروتید خارجی تقسیم میشه که برای ما مهمترینش شریان کاروتید خارجیه. البته داخلی رو هم توضیح میدیم، ولی اون شریان هایی که توی صورت خیلی به اصطلاح وجود دارن و برای ما مشکل ایجاد میکنن از طریق کامون کاروتید خارجیه. البته میگم هر دوتاش مهمه، ولی این دوتا تو قسمت فوقانی قضروف تیروئید در اصل دو شاخه میشن، میشه شاخه کاروتید داخلی و خارجی.